شام 10 ایول در نتیجه آمدن سیل پل جماعت چارکوه تخریب شده است. این پل در نزدیکی یک دهه قرغیزنشین قرار دارد و نقلیات توسط آن به دهه خواجه اعلی و جماعت واروخ می رود. ساکنان میگن از بس که آن در سالهای 70 اصل گذشته ساخته شده است، در پی بارشات پی در پی به جویبار زیر پل آبی کلان آمده و پای دیوارش را خراب کرده است. سیل قرغیزستان میبینید. این سیل 10% است، دیگه همه یک قرغیزستان است. از جمهوری همسایه. اینجا همین گوسپانشویی هم میگیم، اختتر میگیم، همینجا میگیم. بارشات هم زیاد شد. بارشات این سال خیلی 10 سال 15 سال بنجی نشده بود دیگه. این سال همین 2 هفته 3 برابر. یک هفته بود بچه‌ها بستگی با بالا میبرن. با قرغیزستان گذشته میبرن. یک هفته بود. نزدیک به قرغیزستان. نه در قرغیزستان که میگذارن. با قرغیزان راه نشون دادن اردم کارسازن. در دوره لوی بهاودین بهادرزاده رئیس شهر اسفره در نشست خبری به روزنامه‌نگاران گفت که برای هر چه زودتر برطرف شدن مانعه راه و ساحل مستحکم کنی دست به کار شدند. از اون سبب که پل در توازن جمهوری تاجیکستان و حدود جمهوری تاجیکستان قرار دارد، با دستگیری محترم رئیس ولایت سوق رجب احمدزاده و ساکنان همین محل از طرف جمهوری تاجیکستان تعمیر کرده شده ایستاده است. همین کوپرو که ما خودخواد حرکت کرد، همین 10-12 متر زایتر کردیم که ماشینای کوپرو، ماشینای بارکش هم بسیار بی‌ملال گذارن. مابین هم سرحد که شاید که مابین دوستی مابین تاجیک و قرغیز با بهتر شود. یا دیگر فهمی نقض میشد خودخواد. مقامات و ساختمانچان عزم دارند که با کمک یکجایی مردم تا اول ماه اوگوست ساختمان آن را به اتمام رسانند و بعد آن حالت راه را باز هم بهتر سازند. خدا خواهد همینجا منفرش میکنه، گفتن همینجا مابین اسفره تا واروخ اسفالت پوش میشه. با تشبث دستگیری حکومت شهر و حکومت ولایت و حکومت جمهوری، البته این کار البته حرکت کرده، صاحبکارا دستگیری میکنن، همه مردم همین به وای دستگیری به سخت وای. جماعت چارکوه و واروخ یکی از کلانترین منطقه های سرحدی تاجیکستان با قرغیزستان است و تا بسته شدن مرز بیشتری مال و محصول از این راه میگذشت. حالا ساکنان و مقامات با بهتر کردن شرایط راه امیدوارند که وضع به مجرای پیشینه برمیگردد. مسئولان دو کشور از پیشرفت گفت و شنود توسط رسانه‌ها پیوسته خبر می‌دهند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر اسفره.